کارمند مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی شهر پنجگین حسن سعیدов در طول سابقه کاری بار اول با چنین بیماری صورت خطرناک کووید 19 روبرو شده بود. امروز خوب درک نموده است که گذراندن کارهای بی‌ضررگردانی یکی از عامل‌های مهم پیشگیری این بیماری است. ما کارمند مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی شب و روز دزینفکسیون میکنیم. بلند آشیانه‌های درونای شهر بگاه بعد کار آدم‌ها کم با ماشین‌های آتش نشانی با پلیوالکاهای ودکانال تمام درونای شهر نزدای بازار درونی بازار نزدای بانک‌ها نزدای بالنیس‌های کلان جایی که دمان نقشه بندی کردگی همون‌ها دزینفکسیون میکنیم. بی‌ضررگردانی از طرف شب کار میشد که آدم کم بعد ساعت 6 ما تمام پادیز دویا بلند آشیانه پست همه بی‌ضرر میگردونیم. در مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی شهر پنجگین وابسته به سپارش شهری اوید به پیشگیری بیماری کووید 19 در اساس نقشه معین شده در منطقه‌های علایده شهر و دهات کارهای بی‌ضررگردانی گذرانده با رئیسان کمیته محله‌ها جماعت دهات در این سمت همکاری خوب راه اندازی شده است. خدا با شکر صد بار شکر میکنم که کرونا 19 پیشگیری کرده ایستادن. خدا با شکر کسلی‌ها کم شده ایستاده است. با احتیاط کردن همین پیشگیری همین کرونا من همین کارگری سانستانسیا آمده هر وقت یک ماه بعد 5 بار 6 بارم آمده دزینفکسیون کرده رفته ایستادین. ما رحمت میگیم به همینو. اون روز کارهای بی‌ضررگردانی اصلا در بیناهای بلندآشانه در آمدگاه این خانه ها در وقت معین شده و در موافقه با اهالی گذرانده شد. ساکنان برابر جانبداری از چنین تدبیرهای بی‌ضررگردانی همزمان خودشان هم کوشش می‌نمایند که طلبات‌های معین شده خاصه استفاده نقاب‌های محافظتی و تأمین مسافه اجتماعی را رعایت نمایند. و البته چنین اقدام‌های نیک برای توجیه کم شدن پنجشنبه کووید 19 مساعدت می‌نمایند. هرچند که در این سمت اهل کمبودی‌ها از جمله رعایت نکردن مسافه اجتماعی و استفاده نبردن نقاب‌های محافظتی در جاهای جمعیتی از جمله بازار دیگر فروشگاه‌ها به نظر مشاهده می‌رسند.